میگن بهلول یه روز داشته یه کوچه رد میشده میرسه در یه مکتب خونه‌ای. میشنوه که یه استادی داشته به شاگرداش میگفته که من تو 3 مورد با امام صادق مخالفم. اولیش این که میگن خدا دیده نمیشه، پس اگه دیده نمیشه وجودم نداره. دومیش میگن خدا شیطون تو آتش جهنم میسوزونه. خب جنس خود شیطون هم از آتیشه، پس آتیش روش اثر نداره. سوم میگن انسان کاراشو از روی اختیار انجام میده، در حالی که اینجوری نیست، همش از روی اجبار. بهلول این حرفا رو که میشنوه یه کلوخ بزرگ برمی‌داره پرت می‌کنه سمت این استاد. صاف می‌خوره وسط پیشونیش میشه. استاد و شاگرداش میافتن دنبالش، این بهلول بدبختو میگیرن و میبرن پیش خلیفه. خلیفه میگه خب چی شده؟ استاد میگه آره داشتن درس میدادن، این دیوونه این کلوخو برداشت زد سرانش. بهلول برمیگرده به استاد میگه تو درد دیدی؟ استاد میگه نه. میگه پس دردی وجود نداره. دوم میگه تو از جنس خاک نیستی، پس این کلوخ هم از جنس خاکه، پس اثری نداشته. سوم مگه نمیگوی انسان از خودش اختیار نداره، پس من مجبور بودم این کلوخو بردارم بزنم به سرت، پس سزاوار مجازات نیستم. استاد که اینا رو میشنوه از اون گفته خودش که تو مکتب داشته میگفته پشیمون میشه و خجالت زده مجلس رو ترک میکنه.